سلام. امروز میخوام در مورد روح مرحوم ابن سینا باهاتون صحبت کنم. ببخشید اول اکو صدا رو کم کنین، سخنرانی که نمی‌کنین، دارین ویدیو ضبط می‌کنین. من این موارد رو حواستون باشه و بعدش هم برین سراغ درمان. بزرگوار، توی اتاق برای چی اکو صدای مجلس ختم رو گذاشتی؟ اگه داری سخنرانی می‌کنی چرا میگی سیو کن برای نزدیکانت بفرست؟ حتما سیو بکنید و این موضوع رو با دوستان و عزیزان زندگیتون به اشتراک. خب بریم ببینیم ایشون چی میگن. کاپ رایگان بدنت تو 50 ثانیه. دیگه لازم نیست بری 4-5 میلیون پول هزینه بکنی که آزمایش بدی. یه روش ساده بهت یاد میدم، اونم نه روش من، روشی که ابوعلی سینا انجام داده. و کدوم کتاب ابن سینا؟ کجای نوشته‌هاش همچین چیزی گفته؟ بالاخره یه آدرسی، یه چیزی، اسم کتاب، شماره صفحه‌ای. بعد اصلا ابن سینا مگه زمان ابن سینا چکاپ بوده؟ سکان آبوره رو میل بفرمایید. 50 ثانیه صبر کنید. چون اگه دهنتون آب افتاد یعنی قند خونتون بالاست. اگه دهنتون خشک شد یعنی اختلالات کبد داری شما. اگه دهنت کفالود و چسبناک شد یعنی شما چربی خون داری. اگر هم سردرد گرفتی بدون شما فشار خون داری. 4 تا نکته. 1. 50 ثانیه اصلا زمان ابن سینا ساعت و ثانیه بوده. قند خون مگه اون موقع اصلا قند خون رو میدونستن یا میسنجیدن؟ یا چربی خون کیت آزمایشگاهی داشتن؟ فشار خون مثلا دستگاه فشار سنج داشتن، عقربه‌ای یا دیجیتالی؟ نه، هیچ کدوم از اینا نبود. 2. اینکه بخوری اینجوری بشه یا اونجوری بشه 1000 تا علت داره و اصلا ممکنه توی یه آدم واحد تو شرایط مختلف نتیجه‌های متفاوت بده. امروز بخوره دهنش ترش بشه، فردا بخوره دهنش کف بکنه. 3. من مطمئنم اگر جناب ابن سینا الان زنده بودن حتما شما میفرستادن آزمایشگاه تا با یه هزینه خیلی کمتر از اون 4-5 میلیونی که شما گفتین یه چکاپ ساده و دقیق بدن و اصلا نیازی به همچین کارایی نبود. 4. این مطالب غیر علمی رو از کجا میارین که همتون از روی هم کپی میکنید؟ کاپ رایگان بدن تو 50 ثانیه. دیگه لازم نیست بری 4-5 میلیون هزینه بکنی آزمایش بدی. یه روش ساده به هدیات میدم، اونم نه روش من، روش ابوعلی سیناست که انجام داده و گفته. من دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی، تلاش میکنم تو این ویدیوها روشنگری کنم در مورد شایعه‌ها و مطالب غیر علمی که به اسم طب سنتی پخش میشه و توانایی واقعی طب سنتی رو به شما نشون بدم. انشالله که همیشه سلامت باشید.